با عرض سلام، درود، ادب و احترام خدمت شما دوستان و علاقه‌مندان به رشته کشتی. خوب این بار اومدیم با یکی از جذابترین و مهیجن و یکی از اتفاقاتی که امروز رخ داد و خب خیلی برای ماها جالب بود. خیلی دوست داشتیم این اتفاق و خیلی حالمون با این اتفاق خوب شد. با یک کشتی جذاب از یکی از جوانای کشورمون با یکی از بزرگان کشتی آسیا و حتی جهان و برترین کشتیگیر مغولستان. بریم کشتی علی اکبر فضلی رو با تیمور تولگا اوچیر ببینیم و بعد از اون هم کشتی علی اکبر فضلی با محمد علی اموزاد که واقعا هر دو کشتی پر از فنون و پر از زیبایی هستش. پس حتما این ویدیو رو تا آخر ببینید و از دست ندید. و در نهایت چرخه وزن 70 کیلوگرم رو بهتون خواهم گفت که اصلا وضعیت چجوریه و به چه جاهایی رسیده و باید به چه مرحله‌ای برسه. خب بریم کشتی رو با هم دیگه ببینیم و امیدوارم شما عزیزان این کشتی لذت ببرید. کشتی فضلی با اوچیر مغول که اوچیر به بندش قرمز هستش و حالا هر دو در تلاش هستن در مرکز میدان. اوچیر نفر سوم جهان و اینجا یک لحظه که موفق شد حریفو خاک کنه و در صحنه آهسته ما این صحنه رو به صورت کامل بعد اینجا یک سر زیر بغل جانانه و زیبا از علی اکبر فضلی خم اوچیر رو در اختیار گرفت، در حالی که اخطار 30 ثانیه رو هم به او داده بودن. همچنان در تلاش تا بتونه رفته سعی داره به پشت تیمور تولگا اوچیر بپره. اوچیر مغول نفر سوم جهان و قهرمان بازی‌های آسیایی که در فینال بازی‌های آسیایی موفق شد رحمان اموزاد رو شکست. حالا خم و بالا میاره. همچنان فضلی در تلاشه و سعی داره شرایط مهیا کنه. اینجا به پشت حریف میپره و ببینیم آیا میتونه اوچیر مغول رو خاک کنه یا نه. تمام توان و تمام مقاومت خودش رو نشون میده اوچیر. همچنان سعی داره شرایط مهیا کنه، در تلاشه. ببینیم میتونه خم حریف رو خراب کنه یا نه. اینجا همچنان در بیرون از تشک ببینیم حریف به بیرون تشک رفته یا نه. به نظر اینجا موفق شد حریف رو به بیرون از تشک هدایت کنه و در 1 ثانیه به اتمام تایم اخطار موفق شد یک امتیاز از اوچیر بگیره و ادامه رقابت که حملات اوچیر رو شاهد هستیم و فضلی با درایت کامل سعی در دفاع کردن داشت و حالا وقت دوم رقابت کرد و کشتیگیر باز هم در تلاش هستن و کار میکنن و تا الان که راه به هم ندادن. باز هم اخطار برای فضلی در نظر گرفته شده و تایم اخطار هم به اتمام رسید. اخطار به فضلی دادن. حالا حملات اوچیر آغاز شد و در 50 ثانیه 30 ثانیه یک زیر از فضلی اینجا حریفو خاک میکنه و حالا صحنه سر با هم دیگه ببینیم. باز هم اوچیر سریش تفسیر بندازه به زیر کتف و یه سر زیر بغل جانانه و اصیل ایرانی است. فضلی حریفو سعی داره خاک کنه، همه تلاش خودشو میکنه علی اکبر فضلی کشتیگیر جوان مازندرانی نفر سوم نوجوانان جهان. حالا در مساف با تیمور تولگا اوچیر مغول کشتیگیر توانمند و قدرتمند مغول ها. ببینیم میتونه اینجا موفق شد بالاخره اوچیر رو خاک کنه در کشور خودش در اولانباتور. تک ستاره کشتی مغول ها تیمور تولگا اوچیر رو تا به اینجای کار بنچه 3-1 شکست سعید فنا به اجرا بذاره، اما اوچیر به بیرون از تشک میره و فرار میکنه اصطلاحاً. لا یک امتیاز به فضلی دادن. درخواست مربیان مغولستان اعتراض کردن که اعتراضشون هم به جایی نرسید و صحنه‌های پایانی کشتی که در نهایت علی اکبر فضلی در یک کشتی زیبا و دیدنی موفق شد تیمور تولگا اوچیر کشتیگیر توانمند و نابغه مغول‌ها رو شکست بده و واقعا نشون داد یک کشتیگیریه که اگه بیشتر کار کنه، اگه به لحاظ فنی آماده تر از اینی هم که هست باشه، میتونه در وزن 70 و حتی 74 کیلوگرم کشتیگیر خوبی برای ایران باشه. بریم کشتی اموزاد و فضلی در نیمه نهایی. یه سرزیر بغل باز هم از فضلی از همونجا کولانداز رو به اجرا گذاشت رحمان اموزاد و باز هم این صحنه هست. ببینیم به چه زیبایی از همونجا دست و یک لحظه در اختیار و کولانداز رو به اجرا گذاشت و فضلی هم موفق شد حریف رو خاک کنه. سرزیر بغل های فضلی واقعا زیبا و دیدنیه و ما در کشتی قبل هم از اون دیدیم و حالا در این کشتی در مساف با رحمان با محمد علی اموزاد که اموزاد
باندش قرمز و فضلی باندش آبی هستش. حالا در خاک سعی داره کنده فتیل پیچ رو جفت و جور کنه، در بعضی از مواقع هم سراغ یه پا رو کار میره. حالا باز هم همچنان فتیل پیچ رو در اختیار گرفته و سعی داره از حریف امتیاز به دست بیاره، ببین میتونه کنده او رو بتابونه یا نه که اجازه کار بونه. حالا اعتراض میکنن، بله نتیجه 4-1. اعتقاد داشتن که محمد علی عموزاد موفق شده فضلی رو به پل بزنن. اینجا هم فتیل پیچ های زیبای فضلی، حالا صحنه واسه کاملا مشخصه. اینجا باز هم از راه دور یه زیر و نشست علی اکبر فضلی و سعی داره رفته شرایط مهیا کنه تا بتونه محمد علی عموزاد برادر دوقلوی رحمان عموزاد دیگر کشتیگیر مازندرانی رو خاک کنه. در جام تختی عموزاد موفق شد فضلی رو شکست بده، ولی خب در دیدار فینال به عبدالله فضل روسیه کشیشو با ضربه فنی گذار کرد و حالا به فضلی هم این اجازه رو داد همچنان در تلاش فضلی تا بتونه از زیر خودش امتیاز به دست بیاره و عموزاد رو خاک کنه. حملات بی امان فضلی، اما عموزاد اجازه کار رو به اون نمیده. حالا لیف میکنه و سعی بالا بیاره. ببینیم در نهایت هر دو کشتیگیر به هم گره خوردن. سعی داره موچ پا رو در اختیار بگیره. عموزاد اینجا داور وسط درخواست 2 امتیاز کرد و حالا فضلی کنده فتیل پیچ حالا باز هم جفت و جور کرده. ببینیم میتونه فتیل پیچ های خودش رو به اجرا بذاره به روی این کشتیگیر یا نه. همچنان در تلاشن هر دو کشتیگیر. در مرکز میدان سعی داره فتیل پیچ رو به چه زیبایی به اجرا میذاره. چقدر زیبا فضلی باز هم در تلاش تا فتیل پیچ رو به اجرا بذاره. فتیل پیچی که حالا ژاپنی ها اونو تبدیل به یک شگرد کردن برای خودشون و همین که کشتیگیران رو خاک میکنن با فتیل پیچ نسخه رقبا رو میپیشونن. باز هم فضلی در تلاش تا فتیل پیچ خودش رو به اجرا بذاره. امتیاز 4 امتیاز عقب افتاده رو جبران کرد. نتیجه 5-4 پیش هستش. حالا ادامه رقابت در سرپا کرده کشتیگیر دارن کار میکنن و در تلاش هستن و صحنه‌ای از رقابت رو میبینیم که فنون به اجرا گذاشته نمیشه و موقعی که فن به اجرا گذاشته به صورت کامل شما میتونید نگاه کنید. باز هم دستا رفته به زیر کتفا. اینجا یک لحظه سعی کنده رو بالا بیاره اما فضلی در خاک رو در اختیار گرفته. کلید باراندازم به اجرا گذاشت. حالا ببینیم صحنه آهسته رو که چه اتفاقی رخ داد. اینجا یک لحظه فضلی بر روی سر و گردن حریف کار میکنه. همچنین عموزاد یه سرزیر بغل باز هم از فضلی حالا تبدیل به زیر 2 خم میکنه و عموزاد سعی داره از همونجا فتیل پیچ رو به اجرا بذاره اما فضلی اجازه کار به اون نمیده. همچنان سعی در اجرای فیتو داره اما فضلی یک لحظه به نظر عموزاد رو به پل زد. بعد داور هم درخواست 2 امتیاز کرد و حالا نتیجه 7-4 به نفع علی اکبر فضلی. رحمان محمد علی عموزاد هم همچنان در تلاش تا بتونه از این خطر رهایی پیدا کنه و به پل نره. همچنان در تلاش. فضلی هم سعی داره او رو به پل بزنه و یه نوعی به نوعی زرنگ هستش این فضلی و سعی داره شرایط رو مهیا کنه برای اجرای فنون‌های خودش. در این شرایط یا باید به پل بره یا خاک بشه. اگر فتیل پیچ او رو سعی داره جمع کنه. همچنان اینجا بالاخره مقاومتش میشکنه عموزاد و حالا تقریبا در خاک قرار گرفته. ببینید فضلی سراغ فتیل پیچ خواهد رفت یا نه. به نظر این فن شگرد داره به همراه سرزیر بغل‌های خوبی که به اجرا میذاره. فضلی در رقابت‌های لیگ پادوبنی با هزینه شخصی خودش میرفت و کشتی میگرفت و کم کم آثار اون رقابت‌ها و تمرینات سرسخت رو داره میبینه. همچنان در خاک حریف رو در اختیار گرفته. ببینیم میتونه بارانداز خودش رو به اجرا بذاره یا نه. همچنان مقاومت میکنه محمد علی عموزاد اما فضلی رفت به جای کنده فتیل بارانداز رو به چه زیبایی به اجرا گذاشت. از همونجا یک لحظه به پل زد. صحنه آهسته رو ببینیم. باز هم سعی داره زیرگیری کنه اما عموزاد سعی داره فتیل پیچ رو به دست بیاره. عذرخواهی میکنم من کلید بارانداز رو اشتباه گفتم. کلید باراندازی که به اجرا گذاشته شد توسط فضلی و حالا در مایه فتیل پیچ همچنان در تلاش عموزاد و در مایه
فیتو سعید فیتو رو به اجرا بذاره. همچنان فیتو در اختیار عموزاد و ببینیم میتونه فیتو خودش رو به اجرا بذاره یا نه. همچنان مقاومت از فضلی و سعید قدرت. اینجا یک لحظه یک فیتوی جانانه رو به اجرا میذاره محمد علی عموزاد. باز هم سعید فیتو رو به اجرا بذاره، اما وقت کشتی به اتمام رسید. و حتی اگه 2 امتیاز رو به عموزاد هم میدادن نمیتونست پیروز بشه و در نهایت فضلی یک کشتی زیبا با اوچیر مغول گرفت و محمد علی عموزاد رو که در رقابت‌های جام تختی کشتیشو بهش واگذار کرده بود رو هم موفق شد شکست بده و حالا به دیدار فینال برسه و دیدار فینال با کشتیگیر روس بود که متاسفانه اون کشتیشو واگذار کرد. اما خب به نظر من اون چیزی که ازش انتظار داشتم فراتر از اون کشتی گرفت. حالا ببینیم انتخاب تیم ملی چه خواهد شد. خب کشتی رو با هم دیگه دیدیم چه کشتی هایی گرفت علی اکبر فضلی، چه سرسیر بغل هایی به اجرا میذاشت، چه فیتیل پیچ هایی و نشون داد یکی از کشتیگیرانی هستش که واقعا میتونیم روی او حساب ویژه‌ای باز کنیم اگه همین روند رو ادامه بده، در تمرینات تیم ملی، در تمرینات خودش بیشتر و بهتر کار کنه و نتیجه‌ای که به دست میاره بهتر بشه و واقعا میشه روی او حساب ویژه‌ای باز کرد، چرا که کشتی اصیل و کشتی زیبای ایرانی رو به اجرا میذاره. چقدر زیبا تیمور تولگا اوچیر، اسطوره کشتی مغولستان، کسی که موفق شده بود رحمان عموزاد ما رو با امتیاز عالی شکست بده، اینجا به کشتیگیر کشورمون کشتیشو واگذار کرد و در نهایت موفق شد محمد علی عموزاد رو هم شکست بده و واقعا زیبا کشتی گرفت، چشم نواز کشتی گرفت و ما رو هم خیلی امیدوار کرد. اما خب در دیدار فینال متاسفانه حالا به خاطر تجربه کمش و یه سری مسائل دیگه کشتی رو واگذار کرد، اما خب به طور کلی خوب کشتی گرفت، فراتر از انتظار کشتی گرفت و حالا فضلی وارد چرخه انتخابی تیم ملی شده. حالا بین او و سینا خلیلی و عباس ابراهیم زاده یکشون انتخاب خواهد شد. حالا ابراهیم زاده و خلیلی که آسیب دیدن، حالا ببینیم وضعیت آسیب دیدگی اونا به چه نحوی خواهد شد و اگه مشکلشون برطرف بشه اون دوتا یک انتخابی جذاب و خوب برگزار میشه بینشون. اما اگه آسیب دیدگیشون برطرف نشه خب فضلی گزینه وزن 70 کیلوگرم خواهد بود، اما احتمال زیاد آسیب دیدگیشون برطرف بشه و بین اونا هم یک انتخابی بذارن. پس ما 3 تا مدعی داریم در وزن 70 کیلوگرم برای رقابت‌های قهرمانی جهان که ببینیم کدومشون ملی پوش ما خواهند بود و خب شما میتونید انتخاب کنید آیا سینا خلیلی بره بهتره، عباس ابراهیم زاده یا علی اکبر فضلی. میتونید نظراتتون تو قالب کامنت بهمون بگید. ممنون از شما عزیزان و مرسی که تا انتهای ویدیو با ما همراه بودید و کشتی دیشب هم میتونید از این قسمت ببینید. خداحافظ شما عزیزان.